میگن هر موفقیت بزرگی از یک ایده آغاز میشه. اما هر ایده‌ای برای ماندگار شدن نیاز به یک نگاه متفاوت داره و هر نگاه متفاوتی با یک تصمیم درست معنا پیدا میکنه. تصمیمی که میتونه مسیر یک مجموعه رو تغییر بده و به تلاش‌های یک تیم جهت و هدف ببخشه. تا چالش‌ها به فرصت تبدیل بشن و فرصت‌ها به دستاوردهایی که امروز بهشون افتخار می‌کنیم. دستاوردهایی که حاصل اعتماد، همراهی و رهبری موثر هستند. امروز یه روز معمولی نیست، چون قرار از یه آدم خاص حرف بزنیم. کسی که همیشه کنار تیم بوده، کسی که به ما اعتماد کرده، کسی که انگیزه داده، راه را نشون داده، همراهی کرده و کنارمون بوده. و امروز بهانه ای شد که صمیمانه بگیم مهندس فیروزی عزیز تولدتان مبارک. با هم خندیدیم، با هم تلاش کردیم، با هم موفقیت ساختیم. با هم از سختی ها رد شدیم. امروز نوبت ماست. فقط یه جمله بگیم: ممنون بابت همه حمایت‌ها، ممنون بابت همه دلگرمی‌ها و مهمتر از همه تولدتون مبارک.